بعد جوشیدنی آب اول گندم را میپرتوند از تورید. چقدرتر آمیخته کن که تگش نگیرد. مایلش رئیس. خیر کنی اکنون بگو عاشورا را چی طور میپزند؟ راستش نمیدونم رئیس. با آتش نمیپزند، با هیزم هم. عاشقان با چی میپزند؟ نمیدونم. با ایمان میپزند استورید. از یاد نبرو در وقتی گفتن لا اله الا الله میگویی، سنت و سلام میرسانی. آب جوشید، گندم را انداز. تا حال یگاه خبر نیست؟ نه برادر، دست و پای ما بسته است. رفتیم. خوش آمدید بچه ها. سلام علیکم. علیکم سلام. خوش آمدید. خوش دیدم رئیس. خوش باشید رئیس. گذرت شنید، راست نیستید. بخیر است رئیس. آشی محرم میپذیریم. بسم الله. به طهارت آمیخته نمی کنند ملا. استورید، تو این گپ را از کجا گرفتی که ما گویا به طهارت میگردیم؟ میبخشید ملا، نمیدانستم. الو کنی به من گویید حکمت ماه محرم چیست؟ در ماه محرم چه واقعی روی داده است؟ توبه حضرت آدم قبول شده است اکرم. باز چی؟ حضرت یوسف با پدرش واخوردند. و 10 پیغمبر 10 اکرام. تو چی ها میگوی ها؟ انیق این کار کی روی داده است؟ اگه خبر میدی ها؟ شد تو دخالت نکن، من خودم میگویم. او را گفته یابید مایلش ها؟ چی شما را غمگین کرده است؟ دست داشتهمان را از ما می ربایند رئیس. به جان برابرمان. من مال شما را، فرزندان شما را، نزدیکان شما را گرفته شما را امتحان میکنم نمیگویم؟ میگویم، ولی این برای ما وزین است رئیس. خداوند به هیچ کس باری برداشته نمیتوانستگی را بار نمیکند. اگر بار دهد خوبی برداشتن را هم میدهد. اگر تو آن قوت را به دیگر چیز صرف کنی این گپی دیگر است. انا همین طور. شهادت حضرت حسین رو با عهده ما گذاشتند. اگر از عهده‌اش نبرایم شاید فراموش کنیم. خدا بزرگ است رئیس. نه علی، نه حسن، نه حسین فراموش نمیشوند برادر. وقتی که کربلا گوییم و از چشم آدمش نریزد، من او را آدم نمیگویم. هیچ کس از من نرنجد. رئیس 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 بیا
خبری ناخوش دارم رئیس. چی خبر؟ آیشگل را سنجر گروگان گرفته است. الحمدلله. این را بین که ما را فراموش نکرد. بین که این بلا در ماه محرم آمد. چیکار میکنیم ها؟ اکنون با تو یک سوال میدیم. اگر نمیدانم گویی فکر میکنم که دروغ میگویی، انا اون وقت در غزل میشوم. فهمیدی؟ نمیدونم. حالا نپرسیدم. من نمیدونم. پدرت در کجا؟ چی؟ پدرت را پرسیدم. پدرت در کجا؟ تا عقلت را خوردی. چند سال پیش پدرم بندگی کرده نه؟ اکنون باز یک بار میپرسم، مثل آدم میپرسم، پدرت در کجا؟ در این زیر قبلی. در آنجا چیکار میکنه؟ شاید جواب گناهایش را میشوید. یعنی در قبرستان ها؟ یعنی در قبرستان ها؟ آخرین بار در آنجا دیده بودم. مرا گوش کن. عذاب میکشی. بیا بگو. مرد میگویم نمیفهمی. اگر گپ نزنی من با گپ در آورده میتوانم. اگر ندانی من میگویم پدرت زنده. سبزت زنده بودنش را میدانم. تو چی میگویی؟ چی در زنده؟ من جدی میگویم. تو دیوانه شدی. او را به کجا بردند؟ نمیدونم. هیچ کس نمیدوند. اگر ما ندانیم بغیر از ما کی دانستن اکنون که نیستوری؟ میبخشید رئیس. مادام که ما راه نیک را انتخاب کردیم، مادام که ایمان داریم، او یک و یگانه است. از همه با خبر است. او صمیمی است. همه چیز را حس میکند. مادام که حکمت او را ندانیم، چشم بینا و گوش شنوا به ما چی لازم استوری؟ میبخشید رئیس. سلام گرنگ است آخه. آیشه گلی مرا، دخترم را، نوری چشمم را برای من پیدا کن. البته رئیس. انشالله میابیم. گپ میزنی؟ گپ میزنم مایلش. خیر نغز گپ زن گوش دارم.
دوستم هیو چقدر قیمته؟ دیروز یک پای افزال دیدم 490 لیره جوزدان 700 لیره توبه اجاره خانه هم قیمته مثلا اگر تو در اینجا میشیشتی من تو رو میزدم که ها بینیت رو میشکستم من رو فهمیدی او رو باندید بخیر است رئیس در راه خدا در راه رسول او در راه اهل بیت جانمان فدا باد فدا باد کش باز رحم نکنی حالا هم گم نمیزنی مود گفتم نمیفهمی باز سختر کشید تقسیم می شود هیچ چیز نمی شود گفتم اجرا کن با اجازت شما دوستان بخیر است رئیس یک کار دارم باید حل کنم برای کار لبه چی؟ شد حاضر می آییم از آیشه گل خبر است خبران برایت گفتند با قرارگاه که؟ بله رفته آقا این بیهوش شد باوش بیارید آقا اگر دوام دهیم میمورد تا من اجازت ندهم نمیمیرد باوش بیارید آقا بیهوش است چیکار میکنیم؟ باوش آمدن او رو انتظار نمیشویم رفته یگان چیز میخوریم آقا با قهوه خونه همدی میرویم دیر باز نرفته ایم درست گفتی بیاید رفتیم تا آن وقت به خود می آید گوش میکنم جناب عارف من سنجر اکنون شناس شوی میگویم سنجر؟ خوب شد که نامت را فهمید کوتاه گپ میزنم آیشه گل در دستی من رها کن دختر را رها کن افسوس رها کرده نمیتوانم چون که به من لازم ولی اگر از او چیزی میخواستم پرسیدن تو جواب میدهی گپی دیگر چی میخواهی؟ تو چی میخواهی؟ پدر او نامش اصلا چینار پدر او در حیات نیست گوش کن این همش افسانه اصلا چینار زنده
زنده؟ یعنی چی؟ چند سال پیش خود را به همه مرده اعلان کرده بود. مقصدش به دختر و عائله او هیچ که ضرر نرساند. یعنی این همه دروغ. خوش آمده جنابا. مایلش. مقصدی من اگر دختر را گشته گرفتن خواهی اصلا چینار را تو برای من پیدا میکنی. من اصلا چینار را نمیشناسم. چطور را پیدا کنم؟ تو مگر بیمار نیستی ها؟ نباشد با ایشگل خیر خوش کن. من کوشش کردم. آن طرفش رو تو خودت میدانی. تو خودت میدانی. مایلش جانکم، مایلش. تو دیدن جانکم. و بیناموس چی میگوید؟ پدر آیشگل زنده بوده است. محض برای او را پیدا کردن آیشگل را دزدیده. این را بینید. این باز از کجا برآمد؟ من میدونم پدرش کیست بچه ها. آدم بزرگ است. از دخترش معلوم. اگر دختر را برگرداندن خواهی اصلا چینار را پیدا کنی. تو از کجا میابی؟ من از کجا دانم؟ خیر من از کجا دانم؟ عجب کارهایی میشود در این دنیا. من و آدم را پیدا کنم. دهان و بینیش را. دهان و بینیش را. مرحمت. در اینجا بسیار بامزه تیار میکنند. درست. در دیگر جا این طور بامزه نمیپزند. یک جای دیگر هست ولی اینقدر خوب نیست. اکا یکون ایرون میرون نیست. یکون چه سپارش دهید. اکا نگاه کنید. شنیدم که اصلا چینا رو میگویی. یک دوملا در مسجد وعظ گفته است. به مؤمنان خود را شناس کرده است. خدا در زمین نیست. خدا در ابر هم نیست. خدا در پایان هم نیست. در بالا هم نیست. یکی از آدمان طاقت نکرده به داملا گفته است. داملا نیست گفتن میخواهی ولی زبانت نمیگردد. خدا هست ولی از سبب شدت تو نمیبینی. هست. چی ایستاده اید؟
بچه ها در کجا بودنی آیشگل را فهمید؟ یعنی چی طور؟ از کی؟ یک نفر با قهر زنگ زده گفت، ولی باید بودی خط باشید. باز به دام نرفتیم. چیزی که نباشد علاج دیگر نداریم سردار. هرچی که نباشد، اگر مرگ هم باشد به ظالمان سرخم نمیکنیم. همین خیلی بچه ها؟ البته. بله همینطور. درست برادر. نباشد تیار شده برای میرویم. برای کار رفتیم. برای کار بچه ها. جسوری کردی، ولی میبینم که تو را کی از دست من خلاص میکند. خدا باز کی میشود؟ تو کی هستی؟ آدم دیندار هستی؟ این عشق است. ایمان انسان رو با قوت میکنه. سرم تو زنده هستی چون که من این را میخواهم. اینه تو یک خطاگی کردی، به حرام دست زدی. این کارها برای ما نادرست است. بخشش پرس، عفو میکنم. مادام که این طور است خودت میدانی. چی شد؟ چی شد؟ به لباست چی شد؟ داغ کردی؟ شلغم است؟ اگر آدمان تو همچون جسد از اینجا برآمدن نخواهند، سلاح‌هایشان را پرت کنند. پرتایید. اکا چی پرتویم؟ پرتایید. به تو کی سپارش داده است نمیدانم. فهمیدن مشکل نیست، میفهمم. رفته با او بگو از دخترم، از نژاد من، از خویشاوندان من دور باشند. الحمدلله مسلمانم. مسلمانان در موضوع آیله حساس هستند. رفتن همین طور بگو. فهمیدی؟ فهمیدم. فهمیدی؟ فهمیدم.